اینک صدای پای من، باز آمدم. از کجا؟ از تاجیکستان. یک سفر بسیار خوب داشتیم در تاجیکستان. روزنامه‌نگار و فعال جامعه افغان شفیع عیار بعد بازدید از تاجیکستان تأثیراتش را نسبت به وطن ما و سطح زندگی مردم آن به غایت نیک بیان داشته. رشد و پیشرفت تاجیکستان را در زمان صاحب استقلالی بی سابقه بها گذاشته است. او از فرهنگ بای، مدنیت بلند و مهمان نوازی صمیمی مردم تاجیک یادآور شده. تاجیکان را محافظ تمدن اجدادی خود می‌حسابد. در می زمان ما هم در تاجیکستان بودیم، جاهای زیاد را رفتیم، دوستای زیاد با ما مهربانی کردن و مهمان نوازی کردن و یعنی ما را با فرهنگ زیبایشان ابریشم پوش کردن. من نمیفهم چطور تشکری کنم، ولی در پهلوی جاهایی که ما در تاجیکستان در ظرف 7-8 روزه که بودم رفتم، یک عده از دوستای گرانقدر ما برای ما پیشنهاد کردند که پروژه بند برق راغون یک بار ببینیم. راغون یک منطقه است، ما شما کلمه راغ میخواندیم، باغ و راغ که دره ها مانا میته، اما در اوجه امو انجینیر از این پروژه با ما گفت که راغ یعنی اموی سه که دره ها ختم میشن. ایتا دره است میره بازینی سه که ختم میشه. چرا امی دستگاه برق یا بند برقی که در اینجا ساخته شده در اونموت یک جای ساخته شده و ما امی پیشنهاد از یارا قبول کردیم و ای دوستای ما بسیار لطف کردن. تمام امکانات رفتن و زمینه را اینا مساعد ساختن. صبح تقریبا 8 صبح یا 8:30 صبح موتر آمد و نفر آمد و ما بالا شدیم رفتیم به این بند برق. شفیع عیار از راه‌های معاصر دوشنبه تا بر راغون و وضع زندگی ساکنان دهکده‌های همشفت راه را وصف نموده و با موضع جایگیرشوی نیروگاه برق آبی راغون از نزدیک آشنایی پیدا کرده است. سفر ما از 8:30 صبح یا 9 بجه آغاز شد. یک راه بسیار زیبا را ما طی کردیم. در حدود فکر کنم 100 کیلومتر که 1.5 ساعت یا 1 ساعت ما را گرفت که تا اوجه رسیدیم. راه چنان زیبا بود. از این دهکده های مختلف طی شدیم. در سر کوه ها برفا. زمین ها تازه سبز شده بودن، درختها و دیدن همین مردم در مردم هایی که اطرافی هستند، ساده هستند، مردم زحمتکش و خوش قلب و مهربان و با فرهنگ. شما باور کنین که در میرا که می رفتیم در بعض مناطق از این مردم ها گرد آمده بودن که نوروز جشن می گرفتن. خلاصه ما در اونجا رسیدیم. راجع به شهر راغون حرف زده و آن را شهری زیبا و دارای همه گونه اینفراستراکچور ضروری از قبیل مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، معیشی و خدمت‌رسانی و غیره معنی داد می‌نماید. وقتی که در دهکده رسیدیم، قسمی که شما می‌بینین یک دهکده که بسیار زیبا که به همین خاطر جور شده که هدکوارتر از اینمی پروژه دیجه است و تمام کارمندایی که 20 چند هزار نفر دیجه کار میکنن اینام در امی دهکده زندگی میکنن با فامیلایشان. مکتب و درس شفاخانه و هر چیز از یا فراهم شده بود. دایر به نیروگاه راغون تاکید بر آن نموده است که یک موفقیت بزرگ است بنیاد با صفت نیروگاه برق آبی راغون در دل کوههای سر به افلاک تاجیکستان پرگنج.
ضمن شناسایی با رفت اجرای کارهای ساختمانی و مهنت شبانه روزی کارمندان مهندسی و تکنیکی، تلاش و کوشش‌های راهبر راهنمای خلق، دوراندیش و رعیت پرور و مهربان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، بنیادگذار نیرگاه برق آبی راغون محترم امامعلی رحمان را در ساختمان چنین یک انشاء منفعت بخش برای ملت به بحث قیاس نشونده شمرده است. نقبا یا تونلای را که زده بودن چندین کیلومتر که شاید در حدود حداقل 10 متر بالا، حداقل شاید 14-15 متر برداشتن اینا. از اینفراستراکچور موجوده و طبیعت زیبای و مفتون کننده موضع میگوید و آن را وصف مینماید. دایر به سربند نیرگاه از جمله بنیاد آن با استفاده از سنگ و خاک و دیگر جرمهای کوهی ابراز نظر نموده تاکید کرده است که چنین سربند در دیگر نیرگاه ها ساخته شده است ولی با چنین حجم بزرگ نه. از نقب‌های آبپرتا، نقلیاتی و دیگر انشاءات یاری رسانی در قلب کوه بنیاد شده در حیرت مانده به نیروی و توانایی انسانی احسن می‌خواند. بنیاد نیرگاه برق آبی راغون را برای تاجیکستان و چندین نواحی کشورهای همسایه از جمله افغانستان و در مجموع منطقه مهم می‌داند. شفیع عیار تلاش و جانفدایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را از سالهای اولی به دست آمدن استقلال دولتی در سمت تامین صلح و آسایشتگی، به اعتدال آوردن وضع سیاسی، برقرار ساختن خرابی‌های جنگ شهروندی و تامین زندگی شایسته برای تاجیکان و تاجیکستانیان تحسین خوانده شجاعت، متانت، دانشمندی، وطن دوستی و میهن پرستی و ملت دوستی راهبر دولت را در عرصه بین المللی به همتا می‌داند. سیر و تماشای خود را شفیع عیار در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه ادامه داده و از پیشرفت و آبادی آن حلاوت برده است. دایسو اگه سعی کنین امی کلایم در سرم نیست، یه افتیر اگه سرم، به خاطر که ما بایرق سیل میکنم. این بایرق که سعی کنین 165 متر بلند است و نفر کمره ما نزدیک است که بفتکی را بلند برد. کاش که خود از این ما یک ویدیو کنم. خود بایرق 30 متر برش است، 65 متر درازیش است که فکر میکنم در جمله اولین یا کلانترین یا دومین بایرق کلان است که در آسیا است. خود امی پایه از این اگر ببینین، شما سعی کنین اون پایه را در حدود شاید 8 فوت قطر ازی است، یعنی شاید 7-8 نفر یا 10 نفر که دستای خود یک جای کنن که بتانن ای را بغل کنن، یا حداقل 6 نفر سایی بسیار مقبوله. یعنی دیگه سعی کنین یعنی می 4 طرفه که ببینین این مردم برای مملکت خود کار کردن و کلگی اولادایشان خودشان دیگه لذت میبرن. قامت افراختن انشاءات معموری و فرهنگی به مانند قصر ملت و آثارخانه و کتابخانه ملی، میدان پرچم ملی و نشان دولتی، باغ و گلگشت‌های نظرربا، وزارت و اداره‌ها و بناهای خوش‌طرح و زمانوی بلند آشیانه استقامتی که در اساس صنعت معماری ملی با نظرداشت طلبات زمان معاصر ساخته شده‌اند، اینچنین سبز و خرمی کوچه و خیابان را از توجه و تلاش و راهنمایی‌های راهبری سازنده و بنیادکاری تاجیکان عالم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی کرده باغ و گلگشت‌های شهر دوشنبه را بهترین مکان برای سیر و تماشا و استراحت در سیاره معنی داده نموده است. گذاشته شدن پیکره و مجسمه‌های متفکران برجسته و قهرمانان تاجیک را در پایتخت نمونه عالی ارجگذاری به خدمت‌های شخصیت‌های شناخته و ماندگار تاجیک می‌گوید. نوشته ها و تلاش های صدرالدین عینی باعث از این شد که تاجیکستان به حیث یک کشور مستقل شناخته شود و به همین خاطر
یکی از قهرمان‌های شناخته شده برای مردم تاجیکستان در بسیاری جاها مجسمه‌هاش است، از جمله این مجسمه‌اش و اینا آثار بزرگ دارند. یعنی نوشته‌های متعدد، کتب متعدد را اینا نوشتن برای در تاجیکستان. در تاجیکستان اینا صفحات تاریخ خود دوباره بازسازی میکنند. баъди тамошои кохи боҳашамат ва нотакрори наврӯз дар қалби тоҷикистон пойтахти мамлакат шаҳри душанбе, Шафе Айёр ангушти ҳайрат газида таъкид намудааст ки ин ҷо мардуми мамлакати дунёро наоварданд. Ин ҷо мардуми тоҷик зери сарварии як роҳбари тавоно кор карданд ва таърихи худ, фарҳанги бою зебои худро дубора зинда карданд. шоҳкории устоҳои чирадасти тоҷик ки бо истифода аз санъати баланди кандакорӣ, оинабандию наққошӣ ва ороиш бо сангҳои қиматбаҳо аз ҷумла яшми сабз, мармари сафед, лаълу ёқут ва ғайра мӯъҷиза офаридаанд, аҳсанту офарин хонда ба санъату ҳунарҳои мардуми тоҷикистон баҳои баланд додааст. аз сақф то фарши толорҳои ин дурдонаи олам ки бо истифода аз чӯб ва сангҳои табиӣ муҷалло наққошӣ шудаанд, Шафии Айёр ҳайратзада гардида буд. ӯ боздид аз ин олами фасонаро барои ҳар нафар ҳатмӣ медонад. اینجا مردم تاجیک زیر رهبری یک رئیس جمهور خوب کار کردن و اینمی را جور کردن. سرک از این را که درایو کنین، که در موتر برین، شما میبینین که چقدر آبادی در تاجیکستان شده. تاجیکستان یک مملکت خودکفا از نقطه نظر انرژی است، از نقطه نظر مواد غذایی است. تاجیکستان از وقتی که امام علی رحمان آمده تمام نقاط تاجیکستان با هم پیوست کرده. بعض جای تاجیکستان بود که برای 7-8 ماه مردم رفتن هم میتونست، راه نداشت، برف بود. اما اینا تونل های بزرگ جور کردن که تمام تاجیکستان با هم وصل شده و این یک دستاورد بزرگ است. یعنی ما مجبور هستم که آقای امام علی برای شما کف بزنم. سپاسگزار هستم. номбурда дар тантанаҳои бошукӯҳи наврӯзӣ дар қалъаи ҳисор иштирок намуда хушию хурсандии сокинон ба мисоли наврасону ҷавонон ва миёнасол нафарони солхӯрдаи ин диёри зебои таърихиро васф менамояд. доир ба он ки қалъаи ҳисор бо ташаббус ва дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дубора барқарор шудаву дар он шароити мукаммали баргузор намудани чорабиниҳои оммавӣ фароҳам гардидааст, Шафии Айёр васеъ шарҳ дода ҳисси худшиносӣ ва худогоҳию ватандӯстии миллати тамаддунофари тоҷикро баланд арзёбӣ намудааст. ба оламиён мужда мерасонад ки тоҷикон аз азал шаҳрдору шаҳрсоз буданд ва ҳастанду мемонанд. ба андешаи Шафе Айёр талошу меҳнатҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар барқарорсозии ин шаҳри таърихии тоҷикон арзиши бемаҳдуд дорад. ҳамчунин рӯзноманигори афғонтабори муқими Америка ба шаҳри Панҷакен рафта дар баробари боздид аз тантанаҳои наврӯзӣ бо зиндагии сокинони ин шаҳри бостонии Тоҷикистон шинос шудааст ва аз меҳмоннавозии самимии тоҷикона истиқбол намуда дар саҳифаҳои шабакаи фейсбукӣ наворҳои ҷолибу диданиро аз Тоҷикистон ҷойгир кардааст. یک چیزی دیدم که را با $1,000,000 خریده نمیتونی. اونمو فرهنگ بلند از اون مردم. ما در کدی رودکی ماندم، حتمی شما دیدین اولادکارا که چقدر مقبول رقص میکردن، چقدر با جرأت گپ میزدن، چقدر شعر میخواندن و چقدر صمیمیت داشتن. اونو را با $1,000,000 خریده نمیتونی.
در مجموع شفیع عیار از سیاحت یک هفته‌ای خود به تاجیکستان صاحب استقلال رو به رشد و بازدید از موضع‌های تاریخی و سیاحی، اینچنین شناس شدن با شرایط و سطح زندگی مردم سربلند تاجیک در 4 قسم بیش از 3 ساعت نمایش تهیه نموده است. تأثیراتش را نیک و خاطرماند بیان داشته است که برای هر فردی بیداردل، خودشناس و خودآگاه و وطن دوست و میهن پرست افتخاری بزرگ است.